سلام دوستای عزیز، یه گربه خیلی بال داریم تاتو میریم که انجام بدیم. امیدوارم خوشتون بیاد و کیفشو ببرید. خب اول از ریشه هاش شروع میکنیم، از سیبیلاش شروع میکنیم. رو به این برش رو تیره تر میارید، از این برش رو تند میارید، بعد آخرش رو این حالت پرت میکنید. میتونید از دو بخش تقسیمش کنید. سمت این ور الان میاریمش، این حالت آخرش هم اگه حالت نقطه‌ای شد اصلا اشکال نداره. و این طرف کارو میاریمش و پرتش میکنیم. اینم از این کار. همونجوری گفتم سمت اون برش میبرید. انتهای کار سرعت چه خورده بیشتر کنید. حالا یه کم رنگی داره درستش میکنیم. میبینید خب سیبیلاش میکنم، حجمش رو زیادتر میکنیم. حالا میریم سراغ این طرفی. انتهای کار رو پرتش میکنیم دوباره. و میریم سراغ آخریش. خب اینم از این کار. تیری سر کارش هم درستش میکنیم، الان نه. یه خط زیر کار هم واسش میزنیم که داشته باشه تو تصویر. عالیه کار. و میریم توی دماغش.
دماغ میگیریمش الان از بالا، از خط گرد بالایش میچرخونیمش. یکا حالیه کار. اینجا رو 2 خط میزنیم. اینجا کار 2 خط. Ceci est un médicament autorisé. Demandez conseil à votre spécialiste ou lisez la notice d'emballage. سفیدی وسطشو نگه دارید. یه سفیدی اینجا میخوره، اون نگرش دارید. خط این کار. خوبه. حالا میریم سراغ قسمت بعدی. حالی حالت نیمچه‌گیریش از داخل به سمت بیرون حالت سایه ببرید. سعی هم کنید خط نندازید دو طرف که مثلا بعد توشو پر کنید. عالیه کار. خط بالاش هم میزنیم. اوکی. بالا سرعت دستگاه رو میارینش پایین تر. میایم از این طرف، از کنار.
فقط به ریشا وصل نشه. این بود اخبارمون. تا اخبار بعدی خدا یارو. اگه ریشا رو حالت سفید میزنید، سیاه میزنید، دیگه اون نباید وصل بشه. شما می‌فهمید که ما هر سال به چند نفر از کارمندان خود تقریرنامه میدیم. این سال هم ما تصمیم گرفتیم که به چند نفر از سمت بیرونش فقط حالت نقطه بذارید که اون نقطهش بگیره. این تقریرنامه‌ها ما در بریم سراغ داخل‌تر. یعنی چند رشته داریم. سرعت دست رو تیزتر میکنید، ساهش رو نرمتر میکنید تا قشنگ بیفته. یعنی کارمند که تونسته باشه با مراجعین بهترین برخورد کرده باشه، این تقریرنامه تعلق میگیره. و اما تقریرنامه انسان تعلق میگیره و جناب کودکان تشریف کنید. خب فقط دو طرف تیز باشه. شما واقعا لیاقت این تقریرنامه دارید. الله به خدمت شما. تشکر می‌کنم. قربانتون. قربانتون. طبق بررسی‌هایی که اداره ما انجام دادن، جناب کودکان حالا میریم زیر کار درستش میکنیم. میبینید یه سایه خیلی نرم حالت مو به سمت چپ. ببینید قلقش همین، فقط تیزتر، خطش نباید پررنگتر از خط بالایی باشه. این خیلی مهمه. با ابهت اداری در مقابل مراجعه کننده ایستاد شده که تا مراجعه کننده دهن خروار کرده، شما خودی شفاف به دهن می‌زنه که در جا دهن مراجعه کننده بسته شده. حالت ضربه‌ای بزنید، بکارید، بکشید. میبینید و همه مهمتر در بخش تغییر توجیه کردن مراجعه کننده باور بکنید مثل حال مراجعه کننده ندیدم که در مقابل کودکان ایستاد شده باشه و مثل خاکستر خاکشیر نکنه. اصلا نه. خب اینم زیر کار. خب جناب کودکان با ما یک خاطره تعریف کنید. حالا یه همچه گردی از اینجا میزنیم که این محو بشه. حالا یه مقدار تیرگیشو یه مقدار جاهاشو بیشتر میکنیم. عالیه کار. آفرین به شما. آفرین به شما. به شما میگن کارمند نمیده. خب گفتنی شما بلدی اخبار هستید. حجم این کارم اوکی. گفتنی برای شما میگم که زنی و حالا میریم سراغ دماغش. مراجعه کننده رو هیچ وقت خدا مثال نکنه. خب ساهش رو به داخل باید باشه. و اما تقریرنامه بعدی تعلق میگیره در رشته دوش، یعنی دواندن مراجعه کننده. و اما این تقریرنامه تعلق میگیره به جناب با نوک سوزن یواش یواش. رنگ قوی هم استفاده نکنید که خوب از کار در نمیاد. جناب شکوفان ریکورددار سردواندن مراجعین. یعنی ما به طول تاریخ اداره کو به اندازه شکوفان آدم با استعدادی نداشتیم که مراجعه حجمش رو مقدار بیشتر میکنیم، چون میخوام بالا دماغو بزنیم باید حجمش بیشتر باشه. مراجعه کننده برای که هیچ سرگردون حالا این حجم اینجا رو کمتر میزنیم. میبینید شکوفان حجم اینجا کمتر. امضا بهش بستیم. یعنی طوریست که یک مراجعه کننده به 88 شروع سرگردون کنه. تشخیص کنید. قربان دار شما شما. ما هر چی داریم از لطف شما داریم. دست شما قابل میتونه. خواهش و حالا میریم اینجا، خط اینجا حجمش بیشتر میکنیم. تعریف کنید بگید که شما از کجا میارید این همه استعداد؟ استعداد از کجا میارید؟ جناب امروز خب جالب‌ترین جایی که شما مراجعه کننده سرگردون کنید. و حجم کمرنگ اینجا که به دو طرف خورده. خاطره یاد کنه. دوستای عزیز یکی از مراجعین هر چی که یاد گفتیم رو امضا جمع کن. همه جمع کرده بود. من یک قیافه از اون نمی‌فهم چرا خوش من نیامد. نگفتم کار از این انجام بدم. ولی از این گفتم تو باید امضا به این محل بیاری. دکتر در بیا آوردم. گفتم نه این امضا به این محل فیزیک نمیگم. امضا به این محل تابعدار نشان میدم. گفت اونم بیا آوردم. ولی دیدم دیگه چیزی نمونده. ولی از این
حجم این کارم اوکی. حالا شروع میکنیم به زیر کارا زدن. عالیه کار. اینا سعی نکنید با سوزن آره ما اینجور چیزا بزنید، هم با این سوزن ها بزنیدش. اگر شما همکارای عزیز هم دوست داریم که مثل این جور همکار رو در سال آینده تصمیم بگیریم، باید از این نفر یاد بگیریم، باید تلاش کنیم، کوشش کنیم تا سال آینده شما هم تصمیم بگیرید در قسمت سردووندن و بیوترمی به مواجه کنید. این یک محصول ما منظور ما با پایان رسید شما رو با خداوند پاک و بیاد بکنید. پیوندش نکنید به این ریشا. اگه پیوندش کنید چون ما سیاه زدیمش خراب میشه. کم رنگتر بزنید تو، پیوندش نکنید. الان میبینید میکشمش، من میذارم و میکشمش، جهت مو هم مشخصش کردم. عالیه کار. اوکی. هنوز به چشمان نرسیم، به چشمان میرسیم کم کم. خب حالا میرسیم به بالا، میکارید پرت میکنید، میبینید برای این مو فقط چرخشش خیلی مهمه. اینو در نظر داشته باشید. از کنار اینجا، از داخل اینجا، از سمت این ور به داخله. خب جهت از دو طرف به داخل میدیم، وسط هم رو به بالاه. حالا جهت ها هر قسمت رو دقیقا باید نسبت به همون بر بزنید. ببینید جهت ها همه رو باید درست بزنید، هر طرفی که این خط ها هست طبق همون باید بزنیدش. از این کار حالا بیرون گوشو میزنیمش.
خب حالا میریم سراغ ابروها. اصلا شما تکمیل نیه برو، اصلا شما تکمیل نباشه ما کار پیدا نمیکنیم. شما باید چه گفتیم ما بگیم که کجای تکمیل نیه برای شب خونه داریم. امضای 4 تا شاهد معتبر. خب حالا روی بیرونش هم میزنیم. CPFR از مدل 4 تا نشون بده واقعا خیلی و شما فقیر. خب حالا این برای تکمیلش میکنیم. شاید از خط همسایه شما خطبای جدید بچه به وقت گوشتگی شده باشه. همسایه راست شد اینجا کرده. عالیه کار. حالا این دیگه که مرد دلت که کمک نوشته میکنه نه؟ نه خیلی جناب. خیلی وقتی سنده شما زیاده برای این مشکوکه به یک آدم از کنید بکنه اصلا راه نداره مگه میشه؟ حالت دست منو نگاه کنید چجوری داره میره موج. به خاطر این برای که کل از نظر دور کردن بعد آمده کنید. خیلی ملاش به دلیل کمبود مدارک لازم ما نمیتونیم اسم شما بلیس بگیریم. ببین تو دیگه چی؟ خب رگ‌های سمت داخل. عالیه کار. حالا رگ‌های داخل گوش به این ور. میبینید از داخل گوش به این طرف. سمت داخل. و سمت این طرف. حالا رگش میکنیم. بعدم اگه خواستید میتونید سایه نرم روش بزنید. الان میبینید اینجا یه حجم داریم. اینا رو پیوند میکنید به این بر. تمام. میبینید حالا اینجا این مقدار تیرگی داریم. 2 رگه 3 رگش رو تیره تر میکنیمش. و حالا میریم بالای سر. اوکی. یه حجم سایه کم اینجا میزنیم که از پای ریشه بیاد بیرون. یه حجم سایه خطی اینجا. اوکی و اوکی. میام برای سمت این طرف. خب حالت نیمچه گریش اوکی میکنیم. بعد حجم این سیبیلا پایین رو اوکیش میکنیم. الان نه. برای سیاه کردن هیچ موقع دور نمیشه.
همیشه وقت هست. خب حالا حجم چپ و راست کار اینجاست. فقط تنها چیزی که خیلی مهمه جهت موهاست. خب جهت مو رو اینجا میگیریم. حالا یه پیوند اینجا داره، اینا رو میزنیمش. کاشت سوزنتون رو زیاد نکنید داخل، خیلی نرم، خیلی نرم انجامش بدید. خب این از این کار پیوند پشت این کار رو داریمش. ریشه های موه. حالا پیونده ریز داخلش رو میزنیم. اینو به این بالایی نچسبید، یه حد فاصله مابینش بذارید. فقط خیلی مهمه طبق جهت ها بزنید. آره اینو به اون بالا نچسبونید که یه سایه وسطش بیفته. اوکی کار. حالا میریم تو راه این قسمت این بر. حالت مو انجامش میدیم، یعنی سوزن رو بکارید و پرت کنید. همین. که میشه حالت پرز مو. خب حالا ریشه های مو رو نگاه کنید، از بالا حالت چپ و راست تو هم خورده. میبینید؟ تو یه ردیف نزنیدشون، حالت چپ و راست باید با هم بخوره. خیلی نرم رو به داخل ببریدش. عالیه کار. و حالا سایه منحنی که اینجا داره انجامش میدیم. تیره که این کارم اوکیه. حالا از داخل به سمت بیرون به سمت داخل میزنیم. فقط یه دست سایه نزنید، همینجور حالت خطی میخی باید باشه که طبیعی بودن رو به خودش بگیره. حالا از این ور زدم، از این ورم میکشمش به سمت داخل.
عالیه کار. حجم تیرگی اینجا هم اوکیش میکنم. خط دور گوش و اوکی. حالا ریزکاریاش انجام میدیم با هم. اگه جای احتیاج داشته باشه، مثل این کارات هم میبینید اینجاش خالیه، نامنظم باید خورده بشه. ببینید حالت نامنظم باید خورده بشه. اینجا سایه کم احتیاج داره. آره اوکی کار. الان تو چشاشو با سوزن دیگه پر میکنم. ما این سوزن خیلی کار میبره. این کار حالا اگه اینجا نیم ساعت طول بکشه، رو پوست خود 10 دقیقه هم بیشتر طول نمیکشه، چون روی پوست حجم رنگی که میگیره خیلی بیشتره. سعی کنید از سوزن‌های نو استفاده نکنید، از کار شده اونایی که سالم داری استفاده کنید که مصرف سوزنتون بالا نره. الان برای اینکه اون سفیدی بیاد تو چشم، بالاش سایه نرمم میزنیم، یعنی تو سطح چشم یه سایه خیلی نرمم میزنیم که اوکی بشه. اوکی کار. خیلی اوکی، عالی. حجم اینجا رو مقدار بیشترش میکنیم. خب حالا بریم سراغ سوزن RL. ریشا پایینش رو مقدار قوی میکنیم و تمام. جایی که احتیاج داریم مقدار قوی ترش میکنیم، مثل این پایه ریشا اینجا. گرفتمش. خب این ریشا چشم کاره، خیلی قشنگ بزنید سر حوصله که دستتون نلرزه. خیلی این اشتباه رو میکنن که پوست شل میگیرن.
این کار اصلا بهش عنوان نکنید. پوست زیر دستتون شما نباید بدرده. خب این سراغ بالاییش، تیبیر بالاییش، آخریش. اوکی. خب اینجا شما زدم. حالا اینجا یه حالت سایه داره چپ اومده که من یادم رفته بدنم که اونم میزنمش که انجامش دادم و تمام. حالا وسط دماغم اینجا یه خط تیره اینجا داره که انجامش دادم وسط این دماغ. و حالا میریم خط بالایی دماغ درست میکنم. اینجا خورده کاریه دیگه، میبینید جایی که یادم رفته بدنم یا نگرفتم و انجامش میدم. حالا میبینید این نیمگرد اینجا کمه، نیمگردش رو بیشتر میکنم، سیاه‌ترش میکنم و تمامش میکنم. خط بغل کار رو بیشتر درش میرم، میبینید خیلی راحت. خب الان میرم سراغ زدن ریشه اینوری. موقع زدن خیلی در نظر داشته باشید دستتون پرش نداشته باشه. بعضی موقع برای من اینجوری میشه. فقط باید اون پاشنه دستتون یه مقدار رو زمین سفت‌تر بذارید که این پرشته انجام بده. اینجا یه مقدار یادم رفته که اینا رو دوتاشو میزنم و تمام. حالا بذارید من نگاه کنم. آره عالی عالی عالی. باشم تصویر رو تمیزش کنم. الان کلا 40 دقیقه هم نشد. و حالا نگاه کنیم ببینیم جایی اگه احتیاج داره انجامش بدیم. کاری احتیاج داره نه چیزی احتیاج نداره و اوکیه. امیدوارم لذت نه اجازه بدید. حالا مونده اینجاش داخل چشمش مونده. من میگم یه جاش مونده. سوزن عوضش میکنم و درجه دستگاه پایین رنگ کم لایت و یه سایه خیلی نرم از سمت اینجا میکشید به بالا. این کار چرا انجام میشه الان دلیلشو میفهمید کم کم. فقط به خاطر این سفیدی چشم که اینجا قشنگ به چشم بیاد. ببینید فقط به خاطر همینه. و اوکی. ببینید خیلی کار اینه دیگه، چیزی نیست. حجم اینجا هم زیادتر و اوکی. الان بذارید من جای کنار کارم بگیرمش. یه پرداخت خیلی کم داره میزنه.